سلام دوستان، به چنل محمد دات اس خوش اومدید. امروز ببینیم که چجوری یک کانال یوتیوب ما باید راه اندازی کنیم. همونطور که میبینید ساعت 3 صبح و ما الان در حال ضبط ویدیو برای شما هستیم. خب اول چیزی که ما نیاز داریم یوتیوبه که روی همه گوشی هست، بعد جیمیل، بعد کروم، فیلتر کلام هست و استودیو یوت. اینا رو همه دارن روی گوشی های اندروید. البته و استودیو یوت از مایکت یا پلی یا گوگل پلی دانلود کنید. خب ما برای اینکه اول بتونیم یه دونه اکانت یوتیوب بسازیم به جیمیل نیاز داریم. پس می‌ذارم برنامه جیمیل. اگه جیمیل داشته باشیم که با همچین صحنه مواجه میزنیم روی پروفایلمون، مدیریت افزودن یک حساب دیگر را میزنیم. حساب گوگل باید باشه در حال بررسی اطلاعات. اگه اکانت داشته باشی از صورت اثر انگشت یا فیس آیدی باید احراز هویت خودتون رو تایید کنید و بتونید دسترسی پیدا کنید. اینجا این گزینه برای ما میاد که ما ایجاد حساب جدید رو میزنیم و واردش میشه. حساب برای استفاده شخصی میزنیم روش. نام مثلا محمد دات اسدی برای مثلا نام خانوادگی هم که اختیاری دوست داشتید بزنید، دوست داشتید نزنید. میگه مطمئنید که نامتون درست کردید؟ بله. خب دوستان یه اسدی میزنید، همینجا دات نمیزنید، اینجا دات نمیزنید. اینجا تاریخ تولد ما رو میخواد که نام میزنید، جنسیت که میزنید مذکر یا مؤنث. اینجا بهتون چیز میده، پیشنهاد میده که این ایمیل میخواید یا این ایمیل یا ایمیلی که خودتون دوست دارید بسازید. ما رو چون که برام فرق نمیکنه و حذفش میکنیم این ایمیل رو برمیداریم. ایمیل انتخاب، گزینه بعدی رو میزنیم، گذرواژه گذرواژه‌مون رو چیزی میزنیم. حسابمون رو مرور که این اسمی که توی جیمیل خودمون هست، برنامه جیمیل، و این آیدی جیمیلمون هست. حساب که اوکی بود بعدی رو میزنیم. خب اینجا موافقم رو میزنیم. ذره دوستان اینترنت بده. در ضمن این پارت اولش فعلا راه اندازی، پارت 2 آموزش درآمدزایی و خود یوتیوبه. الان کارهای اولیه، فردا انشالله پارت 2 آپلود میشه. خب میبینیم که بله ایمیل برای ما ایجاد شد. میزنم روی ایمیل. الان این ایمیل ما. خب ایمیل رو زدیم، جیمیل ما درست شد. میریم داخل یوتیوب. بعضی همه یکی حساب داخل یوتیوب داره. میزنیم روی عوض کردن حساب، یا اگه ندارید کامنت بذارید که حساب ندارن تا برای شما اگه تعدادتون رفت بالا فیلم جداگانه ای درست کنم. خب این الان چنل ما که
اومدیم توشون، اما هنوز کانال یا چنل نداریم. میزنیم ایجاد کانال، تصویر، شاید بخوایم شاید نخوایم، محمد اسدی، نام کاربری خودمون هم میتونه انتخاب کنیم. میزنیم که محمد دات اسدی دات اوکیه. الان درست ایجاد کانال رو میزنیم. الان شد، الان ما کانال داریم. همونطور که میبینیم کانال ما ایجاد شد و ما الان میتونیم وارد کانال بشیم. مشاهده کانال رو که بزنیم میریم داخل کانال. خب حالا برنامه ما برای کانال برنامه ما برای استودیو یوت چیه؟ میایم اینجا میزنیم پروفایل، عوض کردن حساب های یوتیوب ما رو بالا میاد. که ما این حساب رو میزنیم روش. الان حساب بالا میاد. اینجا میتونیم مدیریت چنلمون رو بهتر دقت داشته باشیم. و اینجا که بگید درآمدزایی در مکان شما ممکن نیست، اینجا میگیره برای پارت 2. منتظر پارت 2 باشید. پارت 2 رو فردا داخل همین چنل آپلود میکنم. خسته نباشید. امیدوارم موفق و مؤید باشید. تا اینجا برنامه ها رو پیش برید، همینجوری بذارید، به هیچ تنظیماتی دست نزنید تا فردا بیام براتون درست کنم. درودی بدرودی درود. بوس به همتون. خدا نگهدار.